پادکست سکسالوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می‌دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش‌های پنهان ذهن شما پاسخ می‌گویم. سلام و درود دارم خدمت هم میهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم، روانشناس بالینی و با جلسه دیگه از پادکست سکسالوژی در خدمت شما دوستان هستم. قبل از هر چیز میخواستم از شما دوستانی که لطف کرده بودین برای من در آیتون ریویو نوشته بودین خیلی تشکر کنم. دوستان عزیز واقعا لطف کردید و مباحثی هم که درخواست کردین مد نظرم هست و به نوبت حالا یا خودم یا کارشناسانی رو که میخوام دعوت کنم در اون زمینه ها بیشتر صحبت میکنن. تعداد دیگه هم از دوستان ایمیل زده بودن و مطالبی رو فرستاده بودن که اونها رو هم دریافت کردم. یک مطلبی رو که به تکرار دوستان تقاضا کرده بودن مطلب اعتیاد به روابط جنسی بود. حقیقتا من یک مقداری تردید داشتم که در این زمینه صحبت کنم، چون همونطور که در جلسه اول خدمتتون عرض کردم دیدگاه من به روابط جنسی از دیدگاه سکس پازیتیو میاد. یعنی من میخوام کمک کنم که در فرهنگ خوب ایرانیمون دیدگاهمون رو به روابط جنسی مثبت تر بکنیم. ولی بعد از اینکه در موردش بیشتر فکر کردم فهمیدم که خیلی سوء تفاهم ها و میساندرستندینگ های مختلفی هست در زمینه این مبحث و میخواستم که به دوستان کمک کنم که دیدگاهشون رو در زمینه روابط جنسی و تعریفشون رو درش تجدید نظر کنن. من شخصا یک دوره بعد از اینکه دوره دکترامو تمام کردم یک دوره اضافه رفتم در یک مرکزی که هستش Center for Healthy Sex این شهر لس آنجلس که تخصص اون کسی که به من آموزش داد همین مسائل اختلالات جنسی و همچنین اعتیاد به روابط جنسی هستش. چندین سال هم هستش که دارم در این زمینه و مددجویانی که با مسائل روابط جنسی براشون مسئله ساز هستش دارم کار میکنم و خیلی میبینم که دوستان بعضی موقع ها درکی که از اعتیاد به روابط جنسی دارن معمولا درست نیستش. اولا یکی از چیزایی رو که خیلی میبینم دوستانی که همسرشون بهشون خیانت میکنه یا میفهمن که همسرشون حالا از نظر جنسی یا فکری با یک چندی خانم دیگه مشغول هستش، اولین فکری که میگن که این شخص دچار اعتیاد به روابط جنسی است. ولی معمولا این درست نیست. خیلی از دلایل مختلفی ممکنه باشه که یک شخص خیانت بکنه. حالا این یکی از مباحثی هستش که در جلسات آتی حتما در موردش صحبت میکنیم. ولی لزوماً هر شخصی که به همسرش یا به دوست دختر یا دوست پسرش خیانت میکنه اعتیاد به روابط جنسی نداره. خیلی از مسائل مختلف مثل حالا مسائل مربوط به اتچمنت یا مسائل مربوط به روابط جنسی اون دو شخص هم میتونه خیلی درش نقش داشته باشه. ولی در حقیقت مطبوعات در این تعریف روابط جنسی و این ایمیج و این تصویری که ما از روابط جنسی و اعتیاد به روابط جنسی داریم هم خیلی درش نقش دارن. چون معمولا حالا چه مثل تایگر وود حالا چه یا بیل کلینتون هر کسی که خیانت میکنه سریعا به چیزی رو که فکر میکنن و طوری که اون رو درش در اون چهارچوبی که مطرح میکنن در زمینه اعتیاد به روابط جنسیه. ولی واقعا اینجوری نیستش. اعتیاد به روابط جنسی خیلی شباهت داره
به رفتارهای وسواسگونه‌ای که در میان افراد میبینیم وقتی که حالا کلیدشون رو بعضیا دیدین که 1000 بار چک میکنن، دستشون رو بارها و بارها میشورن که معمولا یک فکری رو دارن که بهش اون فکرشون اذیتشون میکنه و روی اون فکر که دارن روش عمل میکنن که یعنی همون پارت obsession and compulsion. اعتیاد به روابط جنسی هم خیلی مشابه اون هستش. از این نظر که دوستان این مشغولیت فکری رو دارن، در زمینه همش به مسائل جنسی فکر میکنن در طول روز و به فرقی که داره با شوق جنسی این هستش که یک حالت اجبار رو دارن، یعنی به صورت یک وسواس فکری براشون هستش که حالا میتونه یا در زمینه چیزای مختلف جنسی باشه و احساس میکنن که مجبور هستن روی این رفتارها عمل بکنن. یعنی همونطوری که یک شخصی دستش رو میشوره بارها اینها بارها میخوان این روابط جنسی رو پیش بگیرن که ممکنه خیلی هم روابط جنسی و رفتارهای خطرناکی باشه و واقعا من خیلی دوگانگی میبینم. یعنی مددجویانی که میان، یک شخص مثلا خیلی موفق CEO یک کمپانی خیلی بزرگه ولی همه چیز رو به خطر میندازه به خاطر اینکه این کامپالشنش و این رفتار جنسی خودش رو پیش ببره. خیلی از محققان در این زمینه مقایسش کردن با اعتیاد به مواد مخدر. میگن همون گونه که دوستانی که اعتیاد به مواد مخدر دارن تمام اعتیادشون به اون ماده خاص هستش، دوستانی که و افرادی که اعتیاد به روابط جنسی دارن اون اعتیادشون به اون رفتار و به اون حالت جنسی هستش و خیلی مواقع فقط در مورد سکس نیستش. این یک گریزی هست برای این دوستان از اون احساسی که دارن، از اون حال و هوایی که دارن و میخوان خودشون رو از اون حال و هوا در بیارن. خیلی هم رایج‌تر از اون هستش که دوستان فکر میکنن. تحقیقاتی که شده بود در سال 2007 گفته بودن از 300 میلیون افراد ادالت و بالغی که در آمریکا هست حدود 9 میلیونشون به روابط جنسی اعتیاد دارن. این 9 میلیون افرادی بودن که برای حالا درمانهای اعتیاد به روابط جنسی اومده بودن کمک گرفته بودن در مرکزهای مختلف. دوستان عزیز، این یک دیاگنوز، این یک مسئله جدیدی هستش که روانشناسا و روانپزشکا شروع کردن که بهش اهمیت بدن. یکی از پیشتازان این فیلد دکتر پاتریک کارنز هستش که کتاب اولش رو که اسمش بود Out of Shadow حدود سال 70 در دهه 70 نوشت، ولی انقدر که دیدگاه ضد و نقیض در مورد روابط جنسی بود و مخالفت داشتن در این زمینه اون روانشناسا و روانپزشکا، این کتابشون تا دهه 80 در موردش چاپ نکرده بودن، در موردش صحبت نمی کردن. ولی وقتی که چاپ کردن خیلی بازتاب شدیدی داشت. بارها ایشون در شوهای تلویزیونی مختلف بودن، چندین دفعه آپرا آوردشون که صحبت بکنن و مراکزی دارن که مراکز بازپروری دارن و دارن این روشی که ایشون آوردن صدها هزار نفر رو در سال کمک میکنه. ایشون یک وبسایتی دارن برای کمک کردن به افرادی که اعتیاد به روابط جنسی دارن که من در شونوت برای شما حتما میذارم و آمارشون نشون میده که روزانه حدود 100,000 نفر به این وبسایت مراجعه میکنن. حالا این افراد وقتی که در مورد اعتیاد به مسائل جنسی صحبت میکنیم یک نشانه هایی داره که معمولا در این افراد میبینیم. یکی از نشانه هاش که خیلی رایج هستش که افراد کنترل خودشون رو از دست میدن. منظور چی هستش؟ منظور اینه که حالا برای مثال یکی از مددجویانی که من باش کار میکنم یک آقای آمریکایی هستن که با همسرشون اومدن برای مسائل متعددی که ایشون در ازدواجشون دارن. این آقا خب همیشه در طول زندگیشون سایت های فیلم های جنسی رو نگاه میکردن، پورنوگرافی نگاه میکردن، ولی هیچ وقت براشون مسئله نبودش. میگفتن از سن کم مثلا حالا شاید هفته یک بار مثلا برای 10-15 دقیقه این فیلم های جنسی رو نگاه میکردن.
ولی در طول سالها به خاطر تغییرات مختلفی که توی زندگیشون ایجاد شده بود، خیلی استرسشون زیاد شده بود و یک بچهشون رو از دست داده بودن، یعنی خیلی اتفاقات مختلف، ضربه های روحی مختلف تو زندگیشون ایجاد شده بود، ایشون میگفتن بیشتر و بیشتر به فیلم های جنسی پناه بردن. این فیلم های جنسی میگفتن کمکم میکنه که فکرم از اون جای منفی و تاریکی که هست در میاره و منو فکرمو مشغول میکنه به چیزهای مختلف. وقتی که پیشم اومدن میگفتن که من هر شب وقتی که میرم توی اتاقم به همسرم میگم من برم 20 دقیقه توی آفیسم کار کنم. اتفاقی که میافتاد میگفتن که این 20 دقیقه تا صبح طول میکشه. یعنی میگفتن توی 7 شب هفته من 5 شبه شاید اصلا نمیخوابم، چون هی میشینم این فیلم های سکسی رو نگاه میکنم و هی میگم که دیگه الان تموم میکنم، الان دیگه میرم میخوابم و این رفتارها ادامه دار میشه. حالا ممکنه بگین که حالا مسئله‌ای نیستش که این حالا فیلم‌های سکسی هم نگاه بکنه، ولی ایشون خیلی آثار منفی در زندگیشون این رفتارشون داشتش. اولا که مسائل خیلی زیادی با همسرشون از نظر روابط جنسی ایجاد شده بود. ایشون میگفتن که من هیچ دیگه اصلا میل و تمایلی به همسرم ندارم. اون یک قسمت مسئله بود. یک مسئله دیگه هم که ایشون داشتن میگفتن اولا سر کار که میرم به خاطر اینکه شب تا صبح نخوابیدم خیلی خسته هستم، خیلی بیرمقم، اصلا بازآمد کارم حدود 70-80% کمتر شده. و میگفتن که تمام روز وقتی که سر کار هستن به این فیلم های جنسی فکر میکنن، یعنی همش فکر میکنن من الان میخوام برم این فیلم ها رو نگاه بکنم و دنبال این هستن، یک فرصتی هستن که این فیلم های جنسی رو نگاه کنن. به این میگفتن که حتی سر کارشون چندین دفعه رئیسشون دستگیرشون کرده بود که اینشون داشتن این مسائل فیلم های جنسی رو سر کار نگاه میکردن و واقعا انقدر از این مسئله شرم داشتن. میگفتن من حالا یک یک مرد میان سال هستم، کارم هم کار بسیار جدیه، توی فایننس کار میکردن، حالا رئیسم اومده و دیده که من دارم فیلم سکسی که حالا خودشون میگفتن خیلی تصاویرش هم خیلی فیلمش هم از حالت نرمال خیلی خشن‌تر بوده رو داشتن نگاه میکردن. ببینین دوستان، این تازه یک از ساده ترین حالت‌هایی هستش که من میبینم که یعنی واقعا کانسکوئنس و عواقب کارشون هنوز به اون شدت نشده. ولی معمولاً کسانی که به اعتیاد به روابط جنسی دارن عواقبی رو که تجربه میکنن خیلی سخت و هولناک میتونه باشه. یک مسئله‌ای که اتفاق میفته این هستش که این دوستان تالرنس براشون ایجاد میشه، یعنی که به خاطر اینکه اون احساس هیجان جنسی رو بتونن نگه دارن باید فیلم های حالا سکسی شدیدتر، یعنی که شدیدتر منظورم اینه که حالا صحنه های خیلی ریسکی تر، خیلی و حتی اگه دوستانی که مثلا خانم های اسکورت سرویس یا روسپی رو استخدام میکنن کارهای خطرناکتر و رفتارهاشون رفتارهای مثلا با هیجانات بیشتری خواهد بود و اتفاقی که میفته این رفتارها براشون ممکنه عواقب جدی قانونی داشته باشه. چیزی که هستش معمولا خیلی از افراد از رفتارهای level 1 یا درجه اول شروع میکنن. رفتارهای درجه اول رفتارهایی هستش که معمولا جامعه مدرن خیلی بهش بد نگاه نمیکنه و عواقب قانونی خیلی جدی نداره. برای مثال حالا رفتارهای درجه اول میتونه نگاه کردن پورن باشه، خودارضایی طولانی مدت باشه. یعنی دوستان نمیگم خودارضایی کار اشتباهیه، اینا افرادی هستن که مثلا 2 تا 3 ساعت در روز به این کار مشغول هستن و میگم این حالت این اجبار و وسواس فکری هست براشون. یا خانم‌های روسپی یا آقایون روسپی رو استخدام کردن هست. اینا چیزای رایج‌تر در جامعه هست. معمولا اتفاقی که میفته بعد از چند وقت این رفتارهای جنسی این هیجانشون رو از دست میده و دوستان باید کارهایی رو انجام بدن که براشون هیجان بیشتری داشته باشه.
این وقتی هستش که اینا به رفتارهای درجه دوم پناه میبرن. رفتارهای درجه دوم رفتارهایی هستش که ویکتیم داره، یعنی یک شخصی رو دارین شما اذیت میکنین و معمولا عواقب قانونی داره. مثلا حالا عورت‌نمایی هست، افرادی که اندامهای جنسیشون رو به افراد غریبه نشون میدن، یا کسانی که نظربازی جنسی میکنن، یعنی یه جای قایم میشن که بقیه رو نگاه بکنن، یا کسایی که میرن حالا به تعداد زیاد میرن ماساژ پارلر. این رفتارهایی از حالا لزوما جامعه فکر نمیکنه اینا چه انسانای بدی هستن، ولی میگن خب آدمهای عجیبی هستن. ولی متاسفانه افرادی که اعتیاد به روابط جنسی دارن، این مسئلهشون در همین جا هم به پایان نمیرسه. اتفاقی که میفته به معمولا متاسفانه به رفتارهای درجه 3 پناه میبرن که تجاوز جنسی هستش، آزارهای جنسی با کودکان هست، حد حدود جنسی افراد رو سوء استفاده کردن ازش هستش، که این وقتی هستش که وقتی این دوستان دستگیر میشن مسائل قضایی براشون ایجاد میشه و واقعا میتونه براشون فاجعه های ایجاد بکنه. میگم چون معمولا خیلی این افراد موفق، خانواده های خوب هستن که میبینن یهو خودشو در شرایطی قرار میگیرن که واقعا میتونه زندگیشون رو خراب بکنه. عواقب همونطوری که الان براتون گفتم، عواقب قضایی و قانونی یکی از کانسکوانس های رایج برای افرادی که اعتیاد به روابط جنسی دارن. چیز دیگه ای که من خیلی میبینم این هستش که این افراد دیگه انقدر لاعلاج و احساس شرم و بدبختی بهشون دست میده که این افراد حالتهای افکار خودکشی دائم دارن. دائم فکر میکنن که انسانهای بدبختی هستن و خیلی هاشون هم اقدام به خودکشی میکنن و این وقتی هستش که معمولا وقتی به این جا میرسن میان برای درمان و دنبال روان درمانی و خیلی وقتا هم از بیمارستان ها بعد از اینکه این اقدامهای خودکشی رو کردن متاسفانه این مددجویان رو میارن که بتونیم از نظر روانشناسی و روان درمانی کمکشون کنیم. یک نشانه دیگه ای هم که ما خیلی میبینیم این هستش که افراد خیلی زمان طولانی رو در روز حالا یا مشغول به این هستن که به این فانتزیا برسن، یا این که میخوان رفتار جنسی رو انجام بدن، یا میخوان بعدن که پنهانکاری کنن و این دروغ‌هایی رو که حالا به همسرشون گفتن، به سر کارشون گفتن، این مسائل رو بخوان پنهان بکنن. چیزی که باید دوستان مد نظر داشته باشن، پنهانکاری و احساس شرم و گناه یکی از نشانه های این رفتارهای جنسی هست. یعنی من در خیلی وقتا در میان مددجویانی که میان پیش من میبینم که این دوستان خیلی دوگانگی دارن. یعنی میگم من واقعا یک زندگی احساس میکنم دو شخصیتی هستم. حالا یک شخصیت هم در سر کارم یک شخص موفق هستم، ولی شخصیت دیگه فردی هستش که همش دنبال این مسائل جنسی هستش. و معمولا وقتی که نتونن این کارها رو انجام بدن حالت بیقراری و ناآرامی شدید بهشون دست میده. خیلی مثلا مشابه با کسی که حالا هروئینی باشه، هروئین بهش نرسه. و واقعا هم دیدن که الان برین ایمیجینگ کردن به تصاویر مغز و افراد رو اینا اومدن بررسی کردن و دیده بودن خیلی شباهت داره بین کسایی که اعتیاد به مواد مخدر دارن و اعتیاد به روابط جنسی. حالا چیز رو که میخواستم در موردش صحبت کنم، بخش دیگه این هستش که چه چیزی اعتیاد به روابط جنسی نیستش. اولا که مسائل اعتیاد به روابط جنسی مسئله اخلاقی و دینی نیست. دوستان همونطور که میبینیم واقعا افرادی که اعتیاد به مواد مخدر دارن یا وسواس دارن، وسواس فکری و رفتاری دارن، هیچ ربطی نداره که حالا اینا آدمهای بدی هستن. این یک بیماریه و واقعا در طول زمان اینا مغزشون عوض شده. خبر خوب و مژده این هستش که میتونین عوض بکنین، با درمانهایی هست که کمک کنه که این دوستان کاملا از این حال و هوا دران. ولی به خودی خود با نیروی اراده این چیزی نیستش که عوض بشه.
باید همونطوری که یک شخص وقتی اعتیاد به مواد مخدر داره میره دنبال درمان، وقتی شخصی هم اعتیاد به روابط جنسی داره باید بره دنبال درمان. مسئله دیگه هم که هستش این هستش که یک رفتار جنسی خاص شخص رو به اعتیاد جنسی دچار نمیکنه. خیلی وقتا دوستان میگن که خانم دکتر من چند دفعه باید خیانت کرده باشم که فکر کنم به اعتیاد به روابط جنسی دچار هستم. این سوال درستی در حقیقت نیست. چون مثل اینه که بگین که من باید چند تا مشروب خورده باشم که فکر کنم الکلی هستم. مسئله در این زمینه نیست که چند تا خورده باشیم. مسئله اون رفتارها، اون فکرتونه، اون رفتارتونه، اون بازتابی که داره در زندگیتون هستش. یک چیز دیگه هم که میبینم، یک دونه سوء تفاهم دیگه هم که خیلی رایج هست، افراد فکر میکنن که اگه شخصی یک رفتار جنسی بکنه که از حد و حدود نرمال جامعه خارج باشه، این شخص اعتیاد به روابط جنسی داره. مثلا خیلی وقتا من در زمینه اعتیاد به روابط جنسی خیلی صحبت میکنم، حالا چه در تلویزیون چه در جوامع مختلف، و یکی از سوالایی که میگیرم تقریبا همیشه این هستش که آیا افراد همجنسگرا اعتیاد به روابط جنسی دارن؟ خیر، لزوما اصلا اینجوری نیستش. خیلی میتونه مثل افراد دیگه، مثل هر کس دیگه‌ای که به روابط جنسی مشغول هستش، میتونن اگه رفتارهاشون در این چهارچوب باشه ممکنه اعتیاد به روابط جنسی داشته باشن، ولی خیلی از دوستانم هستن که همجنسگرا هستن و روابط سالمی رو دارن. یعنی لزوما حالا اگه شما رابطه جنسی، اون رفتار جنسی که به شما شوق و هیجان میده رفتاری نیستش که جامعه معمولا در موردش صحبت میکنه، لزوما شما رو محکوم نمیکنه که شما اعتیاد به روابط جنسی دارین. و خیلی هم مهم هستش که بدونین که خیلی رایج‌تر هست خیلی از این رفتارهایی که دوستان فکر میکنن که تو جامعه بهش بد نگاه میکنن. متاسفانه توی فرهنگ ایرانی خودمون یک مسئله رو که خیلی میبینیم این هستش که ما اصلا در مورد روابط جنسی دیدگاه منفی داریم. برای مثال اصلا وقتی که در مورد این چیزها صحبت میشه اصلا افراد میگن از ما که اصلا اهلش نیستیم. ولی داشتم در مورد تحقیق فیلم های سکسی نگاه میکردم که تحقیقات نشون داده که اومده بودن آمارهای سرچ انجین گوگل رو نگاه کرده بودن. ایران 4مین کشور هست در میان تمام کشورهای دنیا که فیلم های سکسی رو دانلود میکنه و بهش نگاه میکنه. یعنی بخواید بهش فکر بکنید در میان تمام کشورهای اروپایی، آفریقایی، آسیایی ایران 4مین کشوره. نشون میده که این سوال در میان دوستان هست، این گرایش هست و این چیزی هم هست که در جامعه وجود داره و خیلی ممکنه که خانواده ها در این زمینه صحبت بکنن. واقعا خیلی وقتا مادر پدرم میان پیش من و میگن که من دخترم یا پسرم، حالا اصلا ما در این زمینه اصلا ما صحبت نمی کنیم، ما خانواده خیلی مذهبی و خانواده خیلی سنتی هستیم. ولی اتفاقی که معمولا میفته میان کودکانشون یا نوجوانانشون میرن از طریق اینترنت نگاه میکنن. من به عنوان یک روانشناس یه خورده دیدگاهم از بقیه روانشناسای ایرانی و حتی آمریکایی بازتر هستش. من لزوما فکر نمی کنم که نگاه کردن به فیلم های سکسی بد هستش، نادرست هستش، به خاطر اینکه خیلی از مددجویانی که میان پیش من این فیلم ها به رابطه جنسیشون با افراد دیگه کمک میکنه، خیلی باعث شده که به رابطهشون رو بهتر بکنه و من دلیلی نمیبینم که حالا اونا فیلم های سکسی رو دیگه به کلی نگاه نکنن یا مثلا پنهانکاری کنن در زمینش. ولی چیزی که دوستان باید بدونن، فیلم های سکسی همونطور که در جلسات مختلف گفتم با حقیقت جنسی خیلی فرق داره. اتفاقی که میفته دوستان این فیلم ها رو وقتی نگاه میکنن فکر میکنن روابط جنسی، چون مخصوصا اگه در جامعه در مورد صحبت نشه باید به همون شکل باشه. یک اتفاق دیگه هم که میفته اون قسمت سروتونین پاتوی که قسمت ریوارد و پاداش ذهن هست رو انقدر اون روشن میکنه، انقدر که به شدت
حالت استیمولیشن براش ایجاد میکنه که هیچ چیزی نمیتونه اون حالت رو ایجاد بکنه. به خاطر اینکه اتفاقی که میفته، شما حالا فیلم سکسی نگاه میکنین، یک تصویر رو شما کلیک میکنین، 5 تا تصویر دیگه مشابهش میاد. یعنی اون هیجان رات رو خیلی زیاد میکنه و در حقیقت هیچ همسری، هیچ همراه جنسی نمیتونه اون هیجانات رو به اون شدت برای شما ایجاد بکنه. و همونطوری که شما وقتی حالا یک کتاب ساینس فیکشن، یک کتاب قصه میخونین، لزوما میدونین که این چیزی نیستش که در حقیقت در زندگی واقعیتون هم باید اینجوری باشه. شما رو من ترغیب میکنم که به فیلم‌های سکسی و جنسی هم به همین دیدگاه نگاه کنین. یک مبحث دیگه‌ای هم که میخواستم در موردش بیشتر صحبت کنم این هستش که این افرادی که اعتیاد به روابط جنسی دارن معمولاً چه ویژگی هایی دارن. یه تحقیقی کرده بودن همون دکتر کارنز در زمینه کسایی که اومده بودن، مددجویانی که به کلینیکای این آقای مراجعه کرده بودن و بررسی کرده بودن اینا ویژگی روانیشون چی هستش. اولا رفتارهای جنسی که به عنوان اعتیاد اونا در موردش صحبت کرده بودن، یعنی وسواس فکری این افراد در این زمینه ها بود. چند تاشون رو خدمتتون عرض میکنم. یکی همون فانتزی بود که گفتم، حالا چه به صورت استاکینگ، یعنی که یک کسی رو تعقیب کنی به حالت بیمارگونه، یا نگاه کردن فیلم های پورن، به صورت اونم دوباره دوستان تاکید میکنم بیمارگونه. عورت‌نمایی، یعنی اشخاصی که میان و یهو جلوی آلت تناسلیشون رو مثلا جلوی مدرسه ها در میارن، یا حالتی هستش که میخواد مثلا در جلوی در همسایه. کار عجیبی هستش که خیلی هم در ایران هم اتفاقا رایجه. من یادم وقتی که از مدرسه میومدم یه آقایی بودن که هر روز وایساده بودن سر کوچه و همچین کاری رو میکردن و اصلا درک نمیکردم تا اینکه اومدم در مورد روانشناسی عورت‌نمایی بیشتر فهمیدم که این افراد اون حالت جنسی که بهشون دست میده از اون حالت تعجب و شوکی هستش که اون شخص ویکتیم به نشون میده. یک رفتار دیگه‌ای که بودش که کرده بودن اینه که افراد نظربازی جنسی بود که میگم مثلا میرن جاهای قایم میشن که خانم‌های برهنه رو نگاه بکنن، یا برن که افرادی که سکس دارن رو قایم میشن، حالا مثلا پشت در خونه ها که نگاه بکنن. اینا هم میگم واقعا اینا هم چیزایی از، حالا اگه شما یکی دو بار این کارا رو کردین، خب خیلی وقت آدم جوونه یک کارایی میکنه از نظر اینکه خیلی کنجکاوی داره، میخواد در این زمینا بیشتر بفهمه. ولی اگه این رفتاری هست که حالت وسواس براتون داره، خب ممکنه خیلی مسئله ساز باشه. یک رفتار جنسی که دیگه هم که بودش این که خیلی هم رایج هست، اون هیجان سکسی از خریدن سکس باشه. یعنی وقتی که استخدام میکنن این خانمای روسبی، تمام اون هیجان جنسیشون اینه که به این افراد وقتی دارن پول میدن، به خاطر اینکه براشون این مسئله هست که این پول قسمت، یعنی اون قدرت پول هستش که بهشون اون شوق جنسی رو میده. یه کسایی دیگه هم هستش که دوست دارن درد ایجاد بکنن و این ایجاد درد هست که براشون هیجان انگیز هستش. این افراد تو این تحقیقی که بودش یک اعتیادهای دیگه هم بهش دچار بودن و اینم من خیلی میبینم. میگم من معمولا با افرادی که برای ترک اعتیاد مواد مخدر میان یا برای قمار همیشه در این زمینه صحبت میکنم، چون طبق این تحقیق هم نشون داده بوده که حدود 42% که برای اعتیاد به روابط جنسی مراجعه کرده بودن اعتیاد به مواد مخدر هم داشتن، 38%شون اختلالات تغذیه داشتن و بقیه هم اعتیاد به قمار یا شاپینگ یا خرید داشتن. معمولا این افراد از خانواده هایی میان که یه ویژگی های خاصی داره. ویژگی خانواده اینا اولا خانواده های خیلی سختگیر هستن، خیلی زورگو هستن، خیلی بچه ها رو به راحتی تنبیه کردن. معمولا خیلی خیلی زیاد میبینم که اینا افرادی هستن که آزارهای جنسی در بچگی داشتن، چه حالا از نظر احساسی، چه از نظر جنسی و چه از نظر اینکه کتک‌های شدید بهشون میزدن و باعث شدن که این افراد احساس کنن که احساس خفت خاری بهشون دست بده و همچنین در یک زمان در همون خانواده ها به این افراد
آزارهای جنسی هم دچار می شدن. واسه همین شده که اینا یک مقداری در زمینه روابط جنسی براشون حالت کانفیوژن و سردرگمی ایجاد شده. یک سوالی که ممکنه پیش بیاد این هستش که حالا اگه یک شخصی به این روابط جنسی اعتیاد دچار باشه باید چی کار بکنه؟ اولین چیزی رو که باید بدونه این هستش که تنها نیست. خیلی از افراد مختلفی هستن که به این اعتیاد به روابط جنسی دچار هستن. اگه در آمریکا یا کشورهای اروپایی هستین، برنامه‌های گروه‌های 12 گانه‌ای هستش که 12 steps که برای روابط جنسی هست، میتونین نگاه کنین از Sex Addict Anonymous که میتونین برین و کمک بگیرین از کسایی که تو اون گروه ها هستن. میتونین روان درمانی رو پیش بگیرین که خیلی نتایج خوبی میتونه داشته باشه. ولی اولین چیز رو که اگه خودتون میخواین ببینید که وای آیا شما به این مسئله دچار هستین یا نه، این هستش که بشینین بنویسین که عواقبی که این افکارهای این روابط جنسی، این وسواس فکریتون در زمینه روابط جنسی بوده چه چیزیه. آیا شما در زمینه کارتون براتون مسئله ایجاد کرده؟ آیا واقعا صادقانه بشینین ببینین آیا رابطه جنسیتون رو با همراهتون تحت تاثیر گذاشته؟ معمولا چه احساسی میکنین بعد از اینکه روابط جنسی رو انجام میدین؟ چون چیزی که خیلی رایج هست که من میبینم اینه که حالا اولا که معمولا افراد وقتی که دارن این رابطه جنسی رو انجام میدن اصلا تو یک عوالم دیگه هستن، یعنی با اون همراهشون یک رابطه نمیتونن برقرار کنن و ببینین که و بعدش احساس شرم و گناه شدید بهشون دست میده و بعد از اونم از خودشون متنفر میشن. و شخصی که آقایی که میمد پیشم میگه از خودم چندشم میشه وقتی که اون خانم روسبی از اتاقم میره. احساس میکنم که برای یک مدتی احساس بی‌حسی دارم، بعدش احساس شرم و گناه شدید بهم دچار میشه. یعنی واقعا آیا ببینین که این رفتارها، این احساساتتون، این بالا پاییناش چه چیزهایی رو به شما میگه؟ آیا نشون میده که این رابطه جنسی هستش که میخواین ادامه بدید یا میخواین در زمینش کمک بگیرید؟ دوستان عزیز، به پایان برنامه‌مون نزدیک شدیم. خیلی از مباحث مختلف در زمینه اعتیاد به روابط جنسی بودش که نرسیدیم در موردش صحبت کنیم. حالا ان شاءالله در جلسات آتی به نسبت اینکه حالا ببینم شما آیا چه مباحث رو بیشتر میخواین در موردش بفهمین، در این زمینه ها بیشتر صحبت میکنم. شما رو تا جلسه آتی به خدا میسپارم. روز و روزگار خوش. برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در باب مسائل مطرح شده لطفاً به وبسایت ما oasis2care.com مراجعه فرمایید.